رفقای من سلام، به کانال معرفی ماشین خیلی خوش اومدید. کانال خودتونه. یک خودروی آفرودی عجیب غریب از خاک روسیه ظهور کرده که این آفرود توانمند شرپ نام دارد. شرپ آی تی وی به یک خودروی آخر زمان معروفه و خوراکی اونایی که فکر میکنن آره زامبی ها حمله میکنن. در نگاه اول همین که چشمت به این ماشین میخوره، تایرهای غول پیکر و اتاق متفاوت اون نظرتو جلب میکنه. تایرهای این خودرو به سیستم کنترل فشار باد مجهزه و در مواقع ضروری میتونه باد لاستیک‌ها رو کم و زیاد بکنه. این شرکت ادعا میکنه که با سوار شدن بر این خودرو میتوان نقاطی را فتح کرد که هنوز پای بشر به آن باز نشده. یک خورده اغراق آمیز به نظر میاد، ولی وقتی به توانایی های این ماشین نگاه میکنیم نظر آدمو عوض میکنه. چرخیدن بر روی آب، عبور از روی مرداب، حرکت در مسیرهای پوشیده شده از برف از جمله توانایی این خودرو هستند. ایده این خودرو از یک مکانیک اهل سن پترزبورگ به نام الکسی قارقاشیان می باشد. اگر تو هم مثل من از اسمش خوشت اومد اون لایکو بزن. به ادامه ویدیو. الکسی قارقاشیان به تولید انواع ماشین های مسابقه خودروهای شاسی بلند و توانا با آفرودی بالا علاقه زیادی داره. هیولای کوچک روسی با طول 3 متر میتواند از موانع با ارتفاع 70 سانتی متر به راحتی عبور کند و دلیل بزرگ بودن چرخها قابلیت چرخش وجود نداره. حرکت این خودرو شبیه تانک بوده. نیروی این خودروی 2 نفره 1300 کیلوگرمی شرکت شرپ از یک موتور دیزلی با 44 اسب بخار قدرت به دست میاد که توسط شرکت ژاپنی کوباتا ساخته شده و سرعت آن به 44 کیلومتر در ساعت میرسد. قیمت نهایی این خودروی زیبا $65,000 میباشد. به نظر شما اگر این ماشین توی ایران وجود داشت به چه کاری میومد؟ به درد چی میخورد؟ اینو واسه توی کامنت ها حتما بنویسید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال معرفی ماشین رو سابسکرایب کنید. شاد و پر انرژی باشید. توی ویدیوی بعد میبینمتون.